خب خود رو معرفی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالقاسم اشکری هستم. جناب اشکری مشکلتون چی بود؟ مشکلم زانوام بود. زانو درد داشتم، گرفتگی زانو. قفلی زانو داشتی و زانو تا نمیشد، درسته؟ چه مدت داشت این مشکل بودی؟ من 2 ماه میشد. 2 ماه میشد. الان اوکی شدی شکر خدا؟ چه کاری انجام دادی؟ حجامت کردی، طب سوزنی و فست رگای پاک، درسته؟ الان اوکی شکر خدا؟ دردت کامل قطع شد، درسته؟ الحمدلله. خب شما چی جناب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمال فاتحی هستم. جناب فاتحی مشکلتون چی بود؟ پا درد و سر درد، فشار خون داشتم. فشار خونتون رو چند بود؟ فشار 18 16 15 میومد. خب چند جلسه پیش من اومدی؟ 3 جلسه اومدم. الان فشار خونت رو چنده؟ الان 12. یه فیکسه، درسته؟ قبلا چند تا قرص فشار مینداختی؟ روزی میشد 3 تا 4 تا 5 تا. چه فشار خونه چند مینداختی؟